آقای منظرپور هم معتقد مردم باید در انتخابات شرکت کنن. من اعتقاد دارم که به عنوان یک خبرنگار میتونم بگم که شرکت در انتخابات تأثیر بیشتری داره در سرنوشت مردم در ایران تا در واقع رویا فروشی های خیلی فانتزی اپوزیسیونی. من فکر میکنم اون کسی سوء استفاده میکنه از موقعیت خودش با مخاطبینش که برای مردم سراب طرح میکنه. یعنی میگه که ای مردم شما نرید رای ندهید و این باعث میشه که این حکومت در تنگنا قرار بگیره. این باعث خواهد شد که جامعه جهانی مشروعیت این نظام رو زیر سوال ببره. این باعث خواهد شد که اپوزیسیون سامان پیدا بکنه. این باعث میشه که شاهزاده با اسب سفیدی بیاد تهران. این باعث میشه شما به خون شهدا خیانت نکنید، به زندانیان سیاسی. هیچ کدوم اینا رو باعث نمیشه. این حرفا چی میزنید آقای رحیم‌پور؟ یعنی واقعا من متعجبم از شما آدم کم استعدادی نیستید. بسیارم از من گوشتون بیشتره. من میگم اینم بخش همون سوء استفاده است. اونایی که اون سوء استفاده است. اینی که من میگم سوء استفاده نیست. مردم رو دعوت به اون کف به اینکه پشت بکنن از کف تاثیرگذاریشون نکن. در انتخابات گذشته چند نفر رأی دادن آقای منظرپور؟ 22 میلیون میشدن. 22 میلیون میشدن. اگر 22 میلیون نفر رأی دادن. شما به من بفرمایید تکلیف منی که انتخابات رو تحریم میکنم، رأی هم نمیدهم و اساساً با رأی دادن با 22 میلیون جمعیت ایرانی چیه؟